اول بر ما گفت ما قسم یک چیز میخواهیم. در هر حالت بخوایم یک تعداد خوش میکنه، یک تعداد میگیرن، در تیک تاک میمونن. سر صدای ما هم سرکت از ما برآمد. حالا دوباره یک چینلک خودش را استارت زده. ما زدمش دیگه مقصد. وطندارای عزیز سلام، خدا کنه که خسته نباشین، جور صحتمند و سرحال باشین. امروز ما آمدیم پیش یک زوج موفق، یک چهره مشهور و همچنان بچه فیلم بچه فیلم خواهرکم لالای کلانم دیگه. زنده و سلامت باشی الهام جان. خودت خوش آمدی به خانه ما جان بدر. سلامت باشی. آمدیم دیگه. دوستای عزیز سلام، امیدوارم جور صحتمند و سر حال باشین. عزیزای دل، الهام جان شما خو شاهدش بودین در چندین برنامه، به خصوص برنامه که چایخانه خیلی عزیزا علاقمندشان بود، یک تعداد عزیزا انتقاد هم کردن، به او خاطر ما دیگه ثبت هم نکردیم. و الهام جان یک بچه خیلی خوش اخلاق و ساتیر که در او چایخانه با ما دایره میزد و فکایی میگفت و قصه های شیرین میکرد که بیننده هایی که در چینل حامد اوزلم بودن همگیشان میخندیدن. حدثه که علاقمند او برنامه بودن و علاقمند الهام جان شده بودن و در چندین برنامه ما حتی کامنت مانده بودن که در برنامه هایتان حتی در سریالتان باید الهام جان بیارین، چون که الهام جان خیلی یک بچه خوش اخلاق است. دور از یک تعداده که کامنت های منفی میدادن و کامنت های منفی در این کار نه، در هر کار دنیا وجود داره. 100% هر کس از خود رضا داشته نمیتونه. اوزلم جان من به نوبه خود سلامای خود تقدیمتان میکنم عزیزا. امیدوارم هر کجای هستین خوب باشین و خیلی خوش آمدین به چینل چی بود نام چینلتان؟ الهام سریس که تازه به نظرم جور کردن و با امید موفقیت ها و فعالیت های بیشتر تان لالای قندم. سلامت باشین، زنده باشین. اوزلم جان که 2-3 بار پرسان کرد، البته دلیلش این است که الهام جان تازه دوباره از افغانستان آمده، چون افغانستان رفته بودن و حالا دوباره یک چینلک خودش را استارت زده و ما به واسه توان و زور خود که حمایتی که میتونیم میکنیم و یک با الهام جان نه با هر عزیزایی که اونا تازه اقدام کردن، شروع کردن و هر چیزی که از دست ما آمده ما این کار میکنیم. باز الهام جان خود دوتا جگر ما است. چینل تازه استارت داده عزیزای دل و عزیزانی که کارهای ما و اوزلم جان دوست دارن ازشان خواهشان تقاضا میشه که همه چینل الهام جان هم سابسکرایب بکنه تا بتونه که انرژی بگیره و فعالیت بکنه. الهام جان هم بعض برنامه هایی داره در فکر خود، در ذهن خود بعض سوژه هایی داره که من مطمئن هستم وقتی که به تصویری میکشه و از چینل خود به شما نشر میکنه، مطمئن هستم که براتون خوشایند میباشه و ساعت شما تیر میشه. چی گپ باز جوان؟ شکر از فضل پروردگار. آمدی بخیر. آمدیم بخیر باشی. دیگه جنجالا رو دید آمدیم. خب ساعت تیر شد در افغانستان چکرها زده آمدی؟ والا نه چندان ساعت تیر نشد. خوب بود دیگه. خب حالا دیگه ویزا داری سرم خودم میپندنی؟ حالا نام خدا من سی بشینم. ما ویزا دارم حالا. ما دیگه باید تو چملکک بشینیم. با هم ویزا داریم جوان. پس من نشد. خب قصه که بیادر ما خود خدمت هستیم. هر سوال که بود ما در خدمت. اما ما دوست دارم که پیش ازی که از ما سوال کنی ما گپ بزنیم، چون که در برنامه ما تا حالا از خودت تصویر نگرفتیم هم که اگر خواست خدا بود یک برنامه خودت یک چینل اوزلم جان و رویا جان داره، یک گیم خو بندازم داره و با سوالای سیخکی. اما مشکل نیست. اما میخوایم در برنامه خودت هم دوستا بفهمه که چندین بار سوال در برنامه ما شده و میخوایم که از چینل خودت این سوالا جوابش برسه، نشر شوه که چطور رفتی افغانستان یا بردیته؟ والا بی ویزا بودیم دیگه، مشکلات بی ویزایی بود. بعد از اون پلیس ها گرفتن و آجی کمپ مستقیم. باز بعدش دیگه همونطور چی سختی ها داشت؟ والا سختی آجی کمپ ما بودیم 2 روز دیگه بزنش
مزدامش دیگه مقصد اون نزدی مرزدی نه او رمزه نه بگید قرتش کو او خب بسیار ببخشی یعنی که دستت قرتش کو خواه ادامه دیگه گرمی بسیار زیاد بود پکنه بود چکه بود صحیح پکنه بود چکه بود دیگه شب آخری که فردایش ما قرار بود دیپورت شویم یک باران بسیار شدید شد کلکینا شیشه نداشت مکمل سر ما آمده تر شده بودیم یعنی دیگه تا صبح خواب نکردیم دیگه طرفای 1:30 یا 2 بجه شب بود که یک گروه دیگر آوردن که نام خدا شنید تو سر صدا که سر صدای ما هم سر کت از ما برآمد چقدر سوال مقاله که آمدن داخل میاجی کم دیگه 40-50 نفر شدیم در یک کم. یعنی تنها درد الهام جان نیست عزیزای دل، درد او 40-50 نفر هم نیست. یعنی اگر او 40-50 نفر کس درد اونمو روز یا اونمو 2 روزی که اونجا بودن یا 3 روز بودن دردی ای درد هزاران حتی میتونم لک ها افغانی است که بردان الهام جان قصه داره که اینم شرایط مجبور است اونجا سپری بکنه و هیچ افغان از شوق و علاقمندی پاکستان نمیه. همونطور اصلا هیچ نه در حساب غذایش صحیح بود و نفر می آمد از بیرون از خود پلیس بود می آمد میگه هر کسی هر چیز نیاز داره لیست بده. ما وقتی که یک لیست برش میدیم 500 دیرک میدادیش 100 پر از او خرید میکردی یک بوتله هم میخواستی خلاص در مقابل 500 اون 500 روپیت خلاص بود پیسه تا میگرفت. غیر از او که اگر تو به اندازه پولت پیسه میدادی بعد 200 روپیه از تو پیسه کرایه را میگرفت. فکر کو در داخل آجی کمپای بسیار زیاد است دیگه فامیلا هست تعداد بسیار زیاد است از کل از اونا نه که از یک نفر از همگی 100 روپیه به مخاطر تیل خود جمع میکرد دیگه. وقتی که دیپورت شدیم وقتی که ما رو در موترا میبرد از لین کمی طرفتر میشیدیم مشتلقات بودی خلاص چیزا هم گفته نمیشت آرام میشتی چاره نه. فقط من این موضوع رو که میشنم جز درد دیگه هیچ حسی ندارم و برای بیانم هیچ چیز ندارم. فقط میتونم بگویم که خداوند هر ظالمه که هست هر ظالمه هیچ فرق نمیکنه که از کدام دین است هر ظالمه که هست خداوند او را سرنگون بسازه. آمین بگوین بخیر. خب ما در خدمت جانب بدر چه احساس داری که چینل جدید استارت زدی؟ والا لالا ما اولا فکر میکنم که نخواد بتانم امروزی که جور کردم شب وقتی که در جای خواب خود انداختم خب به تنهایی پیش میری تا میتونی نمیتونی باز پس میگفتم نه از کسایی هست پیش ما کسایی هست که دهی را کمک میکنن بدون شک و بازم پس خودم انرژی میگرفتم وقتی که یادم میامد که مثل شما دوستا فامیلا هست باز پس انرژی میگرفتم و میگفتم که نه ما کسی از پشت سرم که باید تکیه کنم. بدون شک. وقتی که ما شخصا خودم دلم جمع از سر هاشمی صاحب از دلهای ما از هاشمی عزیز قاسم هاشمی سید قاسم هاشمی او بر ما یک رفیق نیست یک برادر بزرگ است و دل ما که سرش جمع است پس تو میتونی اونمو تو دلت بالای ما جمع باشه. فکر کن که من برادر بزرگت هستم ما در خدمت هستم. اینمو تو که خیلی ما برات بگیم دل تو سر لالایم جمع است دل ما باز سر او لالایم جمع است سر این لالایم جمع است سر خوارم جمع است سر دیگر خوارم اوه نام خدا یک قدر هستیم من میال باز یک انرژی هم تو پس ما اینمو تو میشیم لالا نشد همه رقمی که دوست داری اونمو تو راحت بشی. خب محوظ جان خودت هم صحبت داشته باش چون که حالا مایک نداری قرار چپک خود گرفتی. اینا سوال کده بر از من هر چی سوال میکنی. نه دیگه سوال تو بگو. سوال شما بکنید دیگه. چون چینل از شما دوستان سوال بکنید و ما صحبت‌های خود بر شما میکنیم. سوال بکنید. امی هر سوال رو که دوست داری میشه که درباره محفل بپرسی. محفل خب بود یک محفل بود نام خدا که هیچ نیاز به سوال نیست کلی چیز منظم
کامرامنش کی بود دیگه؟ بله بدون شک. باش ما خودم تعریف کنم خود حالا ویدیو رو سعی کنی حلوای تاریفی در میگن دکام میچسبه زنگ دی میگه خانهت پر پلاوی چی جور کردی برام چی ویدیو گرفتی. یعنی محفلی که دیشب بود آیا رضایت داشتین از محفل نداشتین؟ بدلتان بود یا لالامت یک تا دیگه محفل بگیره؟ نه نداشتی دیگه این دفعه بیادرت میگیره. هیچ مشکل نیست. اقاقا دیگه نه لالا جان واقعا محفل دیشب همه چی عالی بود و آمی جانم دستش درد نکنه. واقعا خیلی زحمت کشید، خیلی برنامه ریزی کردیم. البته کل برنامه ریزی از آمی جان بود، سرگردانی ها و مصروفیت هایی که داشتیم به خاطر محفل. خب یک چند مشکل کوچک که در خود محفل پیش آمد او را دیگه خودمی رستورانت والا موا خرابی کردن. ملامت هم موا بده. یک استودیو را بسیار خراب جور کرده بود که اصلا قسم استودیویی که مثلا ما فرمایش داده بودیم نبود، بیخی یک چیز دیگه جور کرده بود. و در بخش رنگش هم که ما میخواستیم، یعنی اول بر ما گفت ما قسم یک چیز میخواهیم، البته نه به او اندازه که خیلی بلند شود و او قدرم نه که مثلا بسیار پخش شود. خب دل ما را جمع کرد و یک نام دیگه به نام انار یاد میکنن یا مو بجبجک یا مو آتش فشانه که ما میگیم. گفت از اون ما برتان جور میکنیم. خلاصه دل ما را جمع کرد و محفل بو کردیم. بعدش که آمدیم خانه و صبایش که میریم محفل دیگه اصلا قسم یک چیز نیست و استودیو خراب، رنگ خب به حد اندازه دیگه اصلا رنگ خراب کرده بود. یعنی امو رنگ پشت بوقانا که بود دیگه منتظر هستم که رنگ بالا بزنه، ایت نیست که رنگ بالا شه. پشت سر میبینیم هیچ گپ نیست، هیچ رنگ نزده بودن. یعنی از رنگای استفاده کرده بودن که در دست که میگیرین بسیار خرد که میباشه دود که میکنین اون از او گرفتن و جای مانده دیگه. از او آتش فشانه که مانده فقط از 4 دانه 1 دانش دیگه کلش خراب بود. یعنی قدر عصبانیم ساخته بود که به حد اندازه. اما بازم 1000 بار شکر محفل بخیر بخوبی گذشت و میمانام راضی بودن دیگه. بازم خدا رو شکر همه چی عالی بود دیگه. موسیقیش چطور؟ موسیقیش بدل بود یا نه؟ لالا جان بخش موسیقیش خب واقعا فوق العاده بود. اول من گفتم شاید چون من خودم طرفدار موسیقی چی نیستم، محلی نیستم، دوست ندارم محلی را، چون لایف نشنیدیم و اشتراک نکنیم دیگه، چون مربوط مردم میشه. دیگه زنو دوست ندارن نمیشنوه. خب شاید یک تعداد کم خب شاید یک تعداد کم. ولی وقتی که واقعا در محفل اشتراک کردم و اونا آمدن و قسم که خواندن واقعا بسیار زیاد خوبش بود و یعنی علاقمندی به موسیقی محلی پیدا کردم. و از هم مهمتری که ندیم جان ندا چند آهنگی که به ما اجرا کرد واقعا فوق العاده بود و اگر این ویدیو ما رو میبینه خب واقعا تشکری میکنم ازش و واقعا آهنگای فوق العاده خواندن و همچنین از دو بیادر دیگه ما که آهنگای خیلی خوب خواندن. واقعا محفل فوق العاده عالی بود از هر نگاه. این حالا باید قبول کنیم که مردا خوش سلیقه هستن. بله دقیقاً ما خب نگفتیم که مردا بد سلیقه هستن. اکثرا باز که در موضوع سلیقه میشه و موضوع چیز میشه باز ولی خانم‌ها این تو ذوق دارن این تو ذوق دارن. این حالا که محلی رو شنیدین باید قبول کنین دیگه. طبعا که مردا حتما یک چیزی رو فهمیده بودن که محلی گوش میکنن. نه واقعا آهنگای محلی هم خیلی خوب بود. چون من هیچ نشنیده بودم خب علاقه هم نداشتم. یکی دوست داره یکی دوست نداره دیگه. اما بعد از این بس کوشش میکنم که بشنوم چون واقعا خوب است. یعنی من شخصا خودم واقعا غزل دوست دارم. غزل ما خوش دارم. شما خوش دارین ندارین؟ از وقتی که یعنی از دیشب دیگه ما علاقمندی پیدا کردیم به غزل. غزل. ما هدفم غزل نایت بودیم. خوب از غزل نایت. خیلی پیش کنم. نه شوخی میکنم. آهنگ که غزل خوانده میشه. گرفتم دفترم. ما به خاطر بلند گپ میدم که در مایک تو صدام بیاید در مایک ازی. ما بیخی نزدیک میشیم. بیا در بغل میشی. باش اینو در میگم ما تو شریکی. صحیح. اینجا صدا یاردی ما را فکر کنم میگیریم. بدون شک صدا میگیره. صدا نه خدا ما صدا هم داریم. یعنی دیگه چیز بود یک زمزمه خوب خیلی.
ما زمزمه بکنم. یک زمزمه. ما آوازخوان نیم بابا. بابا ایلاشته آوازخوان نیم. بعضی زمزمه میکنیم خود. بیا میکنیم یک زمزمه. اجازه است؟ کدام آهنگ زمزمه کنم؟ هر کدام شد. کدام آهنگ زمزمه کنم؟ بود دیگه باید تنگیم خوش کن. برو دیگه خود انتخاب کن. آهنگی را که خودم دوست دارم. خودت که دوست داری. صحیح. من خو نمیتونم مقصد کرچای بلنده چون نه آوازخوانی هستم نه ادایش دارم، اما که الهام جان یک خواهش کرده که باید یک زمزمه داشته باشم، شاید به خاطر از اینکه برنامه جالب شوه و من خراب بخوانم مردم رش خندی کنه و کامنت خوب بده. شوخی میکنم. در هر حالت بخوای یک تعداد خوش میکنه، یک تعداد میگیرن در تیک تاک میمونن و یک چی میگن برای خود یک برنامه میسازه، یک اونو از اون ویدیو استفاده بکنن و با یک متن نوشته بکنن که مردم مجبور شه و ویدیو را ببینه و یک 4 تا 5 تا گپ تا بالا بزنه. در صورت هر کسی که هر چیز میگه ببخشید. خواهش میکنم. هر کسی که هر چیز میگه بگه، کسی که ذهنش فکرش صحیح باشه و اصل موضوع را درک میکنه، کسی که نباشه نمیکنه. نال شروع خیمه دارم من میخوانم. ای ساربان آهستران آرام جانم می رود، ای ساربان آهستران آرام جانم می رود، آن دل که با خود داشتم با دل ستا نم می رود. می برد بود یا می رود؟ خب حالا تو که آهنگ خواندی اما جان کی میره کی نمیره؟ والا راستش ما همیشه هستیم به کی خواندی آهنگ؟ نه ای آهنگ فقط هم تو نه تو خو یک دلیل داره دیگه. نه دلیلش هم بگوی. نه ای آهنگ ما واقعا دوست دارم، اما همه شعرش یا مکمل کمپوزش دافزم نیست، اما بعض وقت که گوش میکنم برام خوشایند است و لذت میبرم. بازم قسم این مقدارهایش یک ذره و کم و بیشش در ذهن ماندم. یکم چکر کت خود میخونی باز پس زیاد میره باز پس سر میخونی. خوبش میکنی. اصل کاره. و نظر من کلگی همونطور میکنن. خب هر کس برای خودش صداش خیلی خوبیش هست. اما اشخاصی که با صداش برای خودش اگر زیاد خوشایند نبود باز میره دامام زمزمه میکنه با صدای خودش خودش میاد. اونجا صدا نکاس میکنن. صدا دب میشه قسم. خوشت میگه او صدای چقدر محبوب است. یکم اتاقایی که فرش نمیشده باشه اونجا ممتر است. باز ما میگم وقت متر جایی را گیر کنم، باز ما میگم زمزمه که خود میکنم، باز خودم بعدم میگم نه ولی هیچ نکشفته بیلیده. خب علامت چی پلان داری برای آینده، برای یوتیوب، برای کارهای هنری؟ برای یوتیوب ما حالا از ما واضح است دیگه. برنامه ولاگ با آمد اوزلم که از ولاگ ها هست، ولاگ های کارهایی که روزمره میکنیم یا محفلایی که میگیریم و خلاصه ولاگ است دیگه. هر کاری که میکنیم بجز بعض موضوعات که شخصی زیاد میباشه، مربوط خود ما میباشه که باز یک دوستان نگوید که وقتی که در میدیا آمده هیچ شخصی نمیباشه، نه و گپم نیست. این موضوع رو من رد میکنم. یک نفره که کسی دیگه هم تو آمده بود ادعای ناق میکرد در تیک تاک، وقتی که من در مقابلش جواب دادم گفتم بعضی موضوع ما شخصی ما میشه دیگه، شما نمیتونین که سر از او انتقاد بکنین. بازو گفته بود سعی کو جان بیادر، وقتی که در میدیا آمدی هیچ چیز شخصی نمیباشه و فکر میکنم که با حرف زدن که مثلا صحبتی که میکنه عقل کل خودم میدانست و وظیفهش هم اینمی است انتقاد سر مردم و قبول هم نداره که خودش از این ویدیوهای همه دوباره واید میکنه. هر گپ یک گپ میکشه دوباره
یک گپ نه یک گپ میکشه و فکر میکنه که همه بی سواد است و امو با سواد است و اگر کسی باش قرار باشه که عامیانه یک چیزی را صحبت بکنه باز میره او را بی سواد میکشه و پس دوباره دمو تیک تاک خود یک چیز دیگه نوشته میکنه یا مثال میگه که سوادت خوب کو یا یک چیز میگه، خلاصه یک چیز نوشته میکنه که در اصل کل فوکس از او بالای ازی است که ویدیوی خود ببینه. تیک تاکر است و همیشه انتقاد میکنه دیگه. خداوند انصاف بدهش دیگه که کار به نظر من کار هیچ خوبی نیست. او گفته بود که هیچ چیز تو مرا گفته بود شخصی نیست. من باز دوباره در مقابلش اکشن نگرفتم چون که فکر کردم که دیگه ارزشش نداره، به خاطر که او دوست داره که من که از او دان بدان شده برم و جواب داده برم و او هم تو برنامه‌های خود ثبت کرده بره و حتی امکانش هست که از می گپ من گپ دیگه بکشه، حتی از می گپ من گپ دیگه او بکشه دیگه. به او خاطر او فقط همون صحنه‌ش میکشه که فایده خودش باشه و مثل خودش نفرای پیدا شه که اونمو قرشونیده در کامنت جواب بده، نه که مکمل مثلا بیا مکمل برنامه تو را بشنونه اینی گپا را میکشه. از اینمی بحثا یک گپ را میکشه که فایده خودش باشه اونمو را نشر میکنه و اونمو نفر دیگه که مثلا ویدیو یوتیوب حوصله‌اش نداره که سعی بکنن و همو بالا کردن تیک تاک خوشش میاد اونم سعی میکنه و اونمو را چی میکنه، اونمو ویدیو کوتاه و اونمو گپ مرا یا گپ هر کسی که است از روی اونمو قضاوت میکنه و عوام میاد مسیری که امور روان است یا روان میشن. و ما گفته بودم که در ولاگم که این موضوعات شخصی است و او انتقاد کرده بود که بیادر وقتی که در میدیا آمدی هیچ وقت موضوع شخصی نمیشه. جان بیادر اهل باز اگر گپ بزنم باز از یک گپ دیگه میکشه گمش از این تیر میشم. اما ای که خودت فکر میکنی عالم شاهرخ، سلمان خان، هالیوود و بالیوود یا هر کسی که هستن اونا هم خب بسیار موضوعات شخصی دارن و ضرورت خود نیست که در ویدیو باشه، ضرورت خود نیست که تصویر باشه. حالا خودت بسیار خیلی دیگه اهل قلم و با سواد میگیری و میای بحث سر میکنی میگی که نه کسی که در تصویر آمد کل گپ همین است. مقدر مهم نیست که مثلا ما دربارش بحث بکنیم یا دربارش گفتگو بکنیم. خب البته من یگان جایی که صحبت دربارش میکنم به خاطر از این میکنم که امی خودش دمیشه هر جای نشته میکنه یگان کسا میگیره تا چی وقت جهالیت حالا از هم گپ میکنه سکو امیاله که زبان ما شما تق تق میکنه نه زبان تخته ای سگان تق تق میکنه دیگه. تا چه وقت جهالیت نشته میکنه یا مثلا تا چه وقت بیسوادی و چیز نشته میکنه. در اصل من فکر میکنم او حتی بالای خودش هم رحم نمیکنه، بالای خودش هم انتقاد میکنه به خاطر که اینمی کار خود این جهالیت است که میگیره یک ویدیو یک نفر میگیره و فقط منفی بگو فقط منفی بگو. چرا که تو دوباره از تیک تاک آید بکنی و هم قسم پیش بری باز یگان جایی که من تو گرم میام باز دربارش یگان موضوعاتم میگم که میگن مثلا در چی بگو که در چی بشنوه اون بدر بگو که دروازه بشنوه. این قسم دیگه مثل از او باز ده ها نفر دیگه که هستن نه که دمو مسیر امو هستن فکر میکنن که خودشان بسیار پاک و صفا هستن که ما امشب یک ویدیو ما میره در نشر که درباره این موضوعات بحث کردیم و دیگه وقتی که اینمی قدر گپای ما که اگر برشان منطقی نیست اگر بازم سر اینمی گپ میکشن پس به اونام هیچ گفتنی ندارم، فقط در مسیر خود روان باشن ما روان به زندگی و خودشان زندگی خدا کنن جوان. بخیر خوب بس خداوند انصاف بده یکی خلاص لالا دیشب هیچ ما وقتی بیروبار دیدم و مصروف شدیم دیگه نتونستم که همراه خودت و همراه انگیم گپ بزنم و یک در ویدیو خداحافظی کنیم دیگه. اینه میره ما همراه دوستا شاید بخش دوم میره بسازم یا دم برنامه یک جایی بسازم میشه. میتونید این برنامه اضافه بسازید بعد از این صحبت ها باز بان داخل سالون محفل اینطور میشه دیگه. نتونستیم که همراهتون یک ویدیو بگیریم و خداحافظی کنیم دیگه. باز ما گفتم واقعا زیاد مصروف بوده خودت هم ما مصروف شاید بوده باشیم احیانا به حساب صحتمندی باشه که یادم نره چند نشته میکنه به حساب صحتمندی نمیشه نه او را باز دوستا و کلی کسایی که همین یا پا میفهمن دیگه باز خودشون در کامنت نوشته کنن به حساب صحتمندی نه دیگه. ما که به خود شما دو نفر میسپارم و یک خداحافظی کوتاه. خب دوستای عزیز رسیدیم به آخرین لحظات برنامه الهام جان قند.
دوستای عزیز حمایت داشته باشین، دور از اینکه یگان وقت مرا ببخشین به بزرگیتان که بعض وقت ما سرمون نفرایی که قسم همیشه فقط به خود فکر میکنن و همیشه انتقاد میکنن یک در عصبانی میشم. مرا معذرت مرا پذیرا باشین. خدا نگهدارتان عزیزای دل. خب عزیزام، من چیز زیادی نمیگم دیگه. با امید موفقیت های بیشتر لالا جانم، امیدوار هستم که یک روز به قله های بلند و بلندتر ببینمتان و از عزیزام میخوایم که چینل لالا جانم ما سابسکرایب بکنه و همیشه بیننده برنامه هایش باشه. مطمئن هستم که برنامه های خیلی خوب و جالب براتون آماده میکنه. حتما بیننده باشین و لذت ببرین عزیزا. خداوند یارو نگهدارتون.